به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، در عرفه یکی از بزرگترین عبادت های دینمان، یعنی عبادت حج قرار داریم. به زودی بندگان خداوند این شعار دین را، این عبادت بزرگ، این قربت عظیم را ادا می کنند و به امیدی مغفرت گناهانشان، به امیدی ادای این فریضه الهی به سوی خانه خدا عزوجل رهسپار می شوند. حج که رکن پنجم دین است، بنابراین برای هر مسلمانی که عاقل باشد، بالغ باشد، تندرست باشد و امکانیت مالی داشته باشد، می باید حداقل در عمرش یک مرتبه زیارت کعبه کند، زیارت خانه خدا کند و این عبادت حج را که دارای مناسک معین است، دارای عبادت ها و کارهای معین است، می باید آن را به طوری باید و شاید که شریعت تعیین کرده اجرا نماید. عبادت حج دوستان عزیز خاصی کدام قوم قبیله معین نیست، خاصی اهل مکه نیست، خاصی کسانی که به این شهر نزدیک باشند نیست، بلکه فریضه الهی برای تمام مسلمانان است. چه عرب باشد، چه عجم، چه نزدیک باشد، چه دور، بر عهده‌اش فرض است تا این عبادت را انجام دهد. خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشان در سوره آل عمران فرموده: استعیذ بالله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. از جانب خداوند فرض گردانیده شده برای مردم، برای مسلمانان، تا خانه خدا را زیارت کنند، تا این عبادت را انجام دهند. کسانی که در توانشان رسیدن تا این خانه، از نگاه مادی، از نگاه تندرستی امکانیت دارند، شرایطی آمده تا اینجا رسیدن دارند، می باید این عبادت را ادا کنند. عبادت حج را سفر مغفرت گناهان می توان نامید. یعنی در این سفر شخصی که خالصانه به خاطر خدا رفته زیارت کند، ارکان و واجبات و سنت های حج را آنگونه که هست به جا آورد و از آن مکروهات و محظورات، چیزهای ممنوعی که در ایام حج شریعت بیان کرده، از آنها دوری جوید، مغفرت گناه برایش تحفه می گردد. یعنی دستاوردی که با آن به خانه‌اش برمی گردد بزرگترین دستاورد است. بزرگترین هدیه را او حاصل کرده به خانه‌اش برمی گردد که مغفرت گناهش است. برای مؤمن بیداردل هوشمند واقعا از این هدیه بزرگتری نیست که از بار گناه سبک شده برگردد. در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. این مکافات بزرگ را پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا مژده می‌دهند برای حاجیانی که خالصانه حج می‌کنند و آداب و فرایض و سنت‌های حج را رعایت می‌کنند. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: هر مسلمانی که حج کند فلم یرفث، یعنی از زبانش کلمات فحش نبراید، زبانش را نگه دارد. البته نگهداری زبان در همه وقت مطلوب است و ضرور است، اما در موسم حج باید بیشتر حاجی مراقب باشد، زبانش را خیلی پاکیزه نگه دارد. فلم یرفث ولم یفسق، یعنی هیچ گناهی از او سر نزند، به معصیت راه ندهد. رجع کیوم ولدته امه، آنگونه برمیگردد که از مادرش تولد شده، یعنی خالی از گناه، صحیفه اعمالش از هر سیاهی، از هر داغ صاف شده، پاکیزه شده برمیگردد. اینچنین فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری که آن را نیز امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند فرمودند: العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. در لفظ دیگری: والحج المبرور لیس له ثواب الا الجنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم این مژده را برای کسانی که به عمره می روند یا زیارت خانه کعبه حج فرضی ادا می کنند این مژده را بیان کرده، گفتند عمره تا عمره کفاره گناهان بین آن است. شخصی که مرتکب گناهان می گردد، که البته هر انسانی به این چیز راه می دهد به طبیعت انسانی، از این عمره تا عمره دیگر خداوند گناهان او را در این میان، گناههای صغیر البته منظور است، آمرزیده می شوند، خداوند را می بخشد. و الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه.
چه خوب پاداش بزرگی، چه مکافات عظیمی. حج مبرور به جز جنت مکافات دیگری ندارد. پاداش حج مبرور تنها جنت است. علما گفتن خب هر مسلمانی که حتی حج مبرور هم نداشته باشد، به حکم مسلمانی، به حکم عمل صالحش که داشته باشد جنت می درآید. این حدیث میگوید که حج مبرور تنها پاداش جنت است. شارحین در بیان حدیث گفتن منظور این است که از سابقین شده جنت می درآید، از اولین ها به جنت راه می یابد و در جنت برایش گشاده می شود، چون که حج مبرور در دنیا انجام داده. حج مبرور یعنی حجی که همه آداب و ارکانش جابجا شده باشد، شخص مسلمان آن را به کمال اخلاص و دور از هر کمبودی هایی که در حج می تواند راه یابد و حج را می تواند خللدار سازد، از آن همه کمبودی ها حجش عاری باشد. حج خالص و حج از معصیت و گناه و مکروهات و خلل ها دور و پاکیزه. چون این حج پاداشش جنت است گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، حج مبرور و نیک، آن حجی که ثوابش بزرگ است، آن حجی که در نفس حاجی تأثیر خود را میگذارد، همان حجی است که حاجی از اسرار و مقصدهای آن حج آگاه باشد، فلسفه حج را درک کند، آن معانی و آن حکمت هایی که به خاطر آن خداوند این عبادت را و عمل هایی که در این عبادت هست مشروع ساخته آن را درک کند، با این معانی، با این احساس ادای این ارکان و مناسک را کرده برگردد. بنابراین میباید به مقاصد حج نیز آشنا شود. شخصی که میخواهد به حج رود، آنگونه که در دوره های آموزشی طریقه درستی حج کردن را آموخته می شود یا آموزانده می شود برای کسانی که عزم سفر حج دارند، خوب است که آن معلمان، آن راه بلدها مقصدهای حج را نیز برای حاجیان شرح و بیان کنند، تا حج زائران حج سطحی و شکلی نباشد، بلکه حج باشد که معنای آن را درک کرده باشند، اسرار آن را فهمیده گرفته باشند. از اولین اسرار حج یا اسرار احرام حج این است که ما را به اولین منزله آخرت که قبر است یادرس می کند. یعنی آن احرامی که حاجی به تن می کند، لباسی سفیدی که می پوشد، به اختیار خود امروز روز این لباس را اجباراً به او پوشانده می شود و او را در لحد گذاشته می شود. این عبادت از قدم اول انسان را به آخرت یادرس می کند که روز این گونه لباس به بر خواهی کرد و روز آنگونه که از خانه‌ات برآمدی سفر کردی، روز از این دنیا به سفر دیگری خواهی برآمد. و زائر چون لباس احرام به بر می کند، دیگر از لذت ها و شهوت ها و خوشبویی های دنیا دیگر حق استفاده کردن ندارد. همین گونه روز اجباراً در خانه تنگ انسان را گذاشته می شود که دیگر از استفاده مال و متاع دنیا محروم می گردد. سر دیگر این عبادت عظیم در آن است که چون زائر این همه انبوه آدمان را می بیند، با دیگرگونی زبان آنها، پوست آنها، با دیگرگونی عرق و نسب و کشور و مملکت آنها، جمع روز آخرت به یادش می آید که روز مردم پیشگاه خداوند، میدان محشر، روز حساب، این گونه جمع می شوند. آنجا لباسی ندارند که مقام و منصبشان آنجا معین شده باشد، آنجا کلاهی به سر ندارند که عزت و سلطنتشان را بیان کند، بلکه همه یک رنگ بدون هیچ لباسی با امتیاز همه برابر پیش خدا جمع می شوند که یوم الجمع یکی از نامهای روز آخرت است، روز جمع شدن این مردم. همین گونه که اینجا پای لوچ، سری لوچ، از خود همه لباس و مال و متاع و گنج و هر زینت دنیا را یک طرف مانده، با این سادگی، با یک لباس عادی، شاه با زیردست برابر، رئیس با کارمندش برابر، فقیر با غنی برابر اینجا حاضر شدن، روز آخرت در میدان حساب نیز همین گونه جمع خواهند شد. این انبوه آدمان شخص را به صحنه روز آخرت میبرد و او را از روز حساب یادرس میکند. سر دیگر این عبادت این است که برای زائر
صبر و تحمل می آموزد. چون در این جمع آمدها انسان هر گونه آدم را می بیند، با هر گونه طبیعت وامی خورد، روبرو می شود، بنابراین خودداری می کند، خویشتنداری می کند، صبر و تحمل می آموزد. یکی از درس های بزرگ عبادت حج این است که مدرسه است که برای ما صبر و تحمل، فرو بردن غضب و نرمی و لطف با کسی دیگر را برای ما تعلیم می دهد. فلسفه دیگری عبادت حج این است که مسلمانان را به اصل خود که امتی یگانه هستند یادرس می کند. مسلمانان اینجا زیر یک شعار لبیک اللهم لبیک جمع می شوند. با وجود اختلاف زبانهایشان، اختلاف رنگ پوستشان، اختلاف کشورشان، اختلاف شناسنامه هایشان، اینجا همه در یک جا جمع شده با یک شعار، با یک ذکر، با یک ندا خداوند یکتا را که برای مسلمانان گفته این هذه امتکم امتا واحده، شما امتی یگانه هستید. گفته انما المؤمنون اخوة، همانا مسلمانان برادرن، با هم یکن. این مبدأ را، این ارزش بزرگ و والای قرآنی را حج به مسلمان درس می دهد که ای مسلمانی مشرقی تو با مسلمانی مغربی برادر هستی، ای مسلمانی سفید پوست با مسلمانی سیاه پوست از یک عائله از عائله اسلام هستید، ای مسلمانی عربی با مسلمانی عجمی شما به یک دین منتمی و منسوب هستید که اسلام است. شما را یک چیز جمع می کند که نامش دین است، دین توحید، دین یکتاپرستی. شما یک خدا دارید، یک قرآن دارید، یک کعبه دارید که آن را زیارت می آیید. فلسفه دیگری این عبادت بزرگ یعنی عبادت حج این است که به مسلمان مسلمانی می آموزد، به مؤمن ایمان راستین داشتن می آموزد. چگونه؟ یعنی در این عبادت بزرگ در مناسک حج مسلمان بعضا کارهایی را باید انجام دهد که شاید در عقلش نگنجد، اما چون بنده هست، چون که خداوندش او را دستور داده که این کار را کند، باید اجرا کند. بنابراین در عبادت حج شخص مسلمان بندگی می آموزد، مسلمانی واقعی بودن را می آموزد، ایمان خود را تجدید می کند. به عقل خود بر نمی گردد که چرا من اینجا باید سنگ زنم. این یک شیطانی در کدام عصرهای اینجا حادثه شده، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل را اینجا در انجام عبادت می خواسته خلل رساند، وسوسه کند. اینجا باید من تا امروز اینو باید سنگ زنم یا صفا و مروه چرا سعی کنم؟ اصلا زنه در جستجوی آب روز اینجا سعی کرده بود، اما امروز چرا من باید سعی کنم؟ چرا نمیگوید؟ چون که خداوندش گفته سعی بکن، سنگ بزن، طواف بکن. میگوید سمعنا و اطعنا یا ربنا، پروردگارا شنیدم و اطاعت میکنم. در حج یعنی بنده بندگی می آموزد، در حج اطاعت مولای خود را، خداوند یکتا را می آموزد. در عبادت حج مسلمان مسلمانی خود را تصحیح درست کرده برمیگردد. این شعار بزرگ دین ما، این عبادت عظیم، عبادت پر اجر، عبادت پر ثواب، سر و اسرار زیادی دارد و این خانه خانه مشرف است، خانه محبوب است. هر مسلمانی را اگر پرسید که چه آرزو دارید، میگوید به زیارت خانه خدا رفتن. این خانه خانه است که هر بار آن را کسب و بیند عاشق تر می شود، هر قدر تماشا کند از تماشای آن سیر نمی شود. معجزه این خانه در همین است، چون که خداوند عزوجل فرموده و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا، یعنی خانه را جای مرجعی گردانیدیم که انسانها به تکرار به آن بر می گردند و زیارت می آیند و از دیدار آن سیر نمی شوند. این محبت را خداوند در قلب هر مسلمان جای کرده، در دل هر مسلمان عشق این خانه را، محبت این عبادت را نهاده است. از خداوند عزوجل مسئلت می نماییم تا حج زائران امسال را پذیرد، برایشان حج مبرور نصیب کند و از این رحلت ایمانی، از این سفر ایمانی و سفر تقوا با دستاوردهای بزرگ ایمانی، با مغفرت گناه برگردند. در حفظ و امان خداوند باشید.